سلام. شما از علاقه‌مندان تاریخ سینما ایران هستین؟ چه فیلمایی می‌بینید؟ کوتاه، بلند، مستند، انیمیشن؟ ما در مجموعه آراد رسانه نوآور تصمیم گرفتیم برنامه تولید کنیم به اسم کافه فیلم آراد که به واکاوی در فیلم‌های کوتاه تاریخ سینما ایران می‌پردازه. ما با حضور کارشناسای سینما، فیلمسازان تصمیم داریم که تحلیل کنیم فیلم‌های کوتاه تاریخ سینما ایران. قصد داریم به این واسطه بیشتر با فیلمسازای آن دوره آن زمان آشنا بشیم. کارگردانی مثل کیمیاوی، کیارستمی، تقوایی، شهید ثالث و کسایی که کمتر ازشون الان اسم برده میشه. فیلم‌های همچون هفت‌تیرهای چوبی، نان و کوچه، جام حسنلو، عمو سیبیلو فیلم‌هایی هستن که در تاریخ سینما ایران ثبت شدن و الان نیازه که فیلمسازای کوتاه جدید ما بیشتر با این فیلم‌ها آشنا بشه. در کافه فیلم آراد ما قصد داریم که مروری داشته باشیم بر آثار تاریخ سینما ایران در زمینه فیلم کوتاه. اگر از علاقه‌مندان این دسته از فیلم‌ها هستید، کافه فیلم آراد رو دنبال کنید.